نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با این برنامه تماس مستقیم که تریبون آزادی است برای شما عزیزان. سعی کنن دوستانی که تماس میگیرن دلگفته‌های خودشون رو بیان بکنن، نظراتشون رو در مورد قضایای مختلف امت اسلامی، خاصتا در مورد فلسطین و غزه، و ما انشالله صحبت‌های شما رو به شکل کلیپ در کانال ندای حق نشر خواهیم کرد. سوالات شرعی اگر دارید از طریق شماره واتساپی که همین اکنون در صفحه تلویزیون ظاهر شده به شکل مسیج صوتی یا کتبی برای ما بنویسید و انشاءالله جواب خود را دریافت خواهید کرد. اولین تماس رو میگیریم. بیننده عزیز و بزرگوار، سلام علیکم، بفرمایید. امیدوارم که تماس ها مشکلی نداشته باشد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. خب این بیننده عزیز اون مثل که تلفن خودشون مشکل داره. دوستان سعی کنید وقتی که تماس برقرار میشه صدای تلویزیون رو کاملا ببندید و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. خب دوستمون مشکل داره تلفنشون. یکی از عزیزان، دوست عزیز و بیننده گرامی، امروز تماس گرفته بود با من که گویا در مجلسی در آلمان که تعدادی از عزیزان در اونجا جمع بودن، یکی از نزدیکان جناب استاد سادات در اون مجلس گفتن که گویا من از استاد سادات و از حکمتیار معذرت خواهی کردم به خاطر اون برنامه‌هایی که ما در نقد سخنان ایشان داشتیم. در اینجا چند نکته رو میخوام واضح کنم خدمت شما عزیزان. اول اینکه ما کلیپ ها رو آفلاین کردیم و حذفش نکردیم، دلیت نکردیم، پاک نکردیم و فقط اینکه فعلا پخش نمی شود، نه به خاطر این است که ما از موضع خود عقب نشینی کردیم یا آنچه گفتیم در برنامه ها در نقد جناب آقای حکمتیار اشتباه بوده، بلکه 100% به آنچه که در نقد گفته های ایشان، کتب ایشان در برنامه های مختلف من داشتم و جناب استاد فاتح و دیگر عزیزان، همه اینا 100% واقعیت است و ما تدینا این رو گفتیم و 100% اعتقاد داریم. این عقیده ماست، این مذهب ماست، این دین ماست. هیچ وقت از یکی از آن سخنانی که در نقد حرفها و کتابهای ایشان
گفتیم، عقب نشینی نکردیم و نخواهیم کرد. اما بنابر مصلحتی اومدن، به دست و پا افتادن، عذر کردن، زاری کردن نزدیکان ایشان، عزیزانشون، که لطفاً اینا رو خیر است پاک کنید، فعلا پخش نکنید. ما سعی میکنیم که شما مستقیما با جناب حکمتیار صاحب صحبت بکنید و این موضوع رو حل بکنید. قضیه عذرخواهی هرگز نبوده و نیست. هیچ وقت ما از حق عذرخواهی نمی کنیم. اما محمد انصاری اگر یک وقت اشتباهی مرتکب بشه و یک اشتباه علمی رو بیان بکنه در برنامه، من هیچ ابایی ندارم که بیام معذرت خواهی بکنم. ما از شیعه معذرت خواستیم، کلیپی رو پخش کرده بودیم، اشتباهی بود، اشتباه علمی بود در اون کلیپ رو هم دلت کردیم، پاک کردیم و عذرخواهی هم کردیم از بینندگانمون. ما حق رو ولو این که بر علیه خودمون، بر علیه عزیزانمون باشه، میگیم. حق است و هیچ وقت به خاطر حق عذرخواهی نمی کنیم. این که حکمتیار صاحب در صحبت‌هاشون در شرح بخاری، در تفسیرشون اشتباهات فاحش علمی دارن، مخالفت با قرآن و سنت دارن، مخالفت با اجماع علمای امت اسلام دارن، این یک واقعیت است و هیچ کس این رو نمیتونه انکار بکنه. یک موضوعی که مرتبط میشه به همین قضایای امروز امت اسلامی رو من خدمت شما بیان بکنم. برید در تفسیر سوره اسراء، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، برید در تفسیر همین آیه در تفسیر جناب آقای حکمتیار بخوانید که چی میگه. میگه که این معراج پیامبر معراج جسمانی و روحانی نبوده. پیامبر در خواب دیده که مسجد الاقصی رفته، در خواب دیده که به آسمان رفته. یعنی این تفسیر عجق وجق از قرآن کریم مگر قدسیت مسجد الاقصی و فلسطین امروز که مسلمانان به خاطر معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم فلسطین برای ما مقدس است. بیت المقدس به خاطر اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از اونجا به سفر اسراء و معراج رفتن برای ما مقدس است. شما سفر اسراء و معراج را از بیت المقدس بردارید، چه قدسیتی میماند برای بیت المقدس؟ ثانیاً شیعیان معتقد به این هستند که بیت المقدس، این بیت المقدس فعلی که در فلسطین است نیست، بیت المقدس در آسمان است. و من از کتاب‌های خودشون برید همه کتب شیعه رو بگردید، هیچ کدومشون به این بیت المقدس اعتقاد ندارن. دقیقاً این عقیده آقای حکمتیار است در تفسیر خودش آورده و ما هیچ وقت از حق عذرخواهی نکردیم. جناب استاد سادات شخصیت بزرگوار، دعوتگر و ما همیشه استاد خطاب کردیم به ایشان، اما در برنامه‌هایشان من یک بار تماس هم گرفتم و انتقادات خودم در رابطه با برنامه ایشان را به صورت فایل های صوتی براشون فرستادم و تا هنوزم احترام خاصی به ایشان قائلم. اما این حقیقت رو باید بگم که ایشان با این موضوع و در ردی که بر علیه من داشتن انصاف به خرج ندادن و یک نوع متعصبانه برخورد کردن که گویا ما دشمنی شخصی داریم. بله، دشمنان جهاد و دشمنان رهبران جهاد و دشمنان امت اسلام و دشمنان، نه دشمنی با جهاد است، نه دشمنی با مجاهدین است، نه دشمنی با سران جهاد است. حق است. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما داشت مطلبی رو میگفت، یکی بلند شد گفت که یا ابن عم رسول الله قال عمر کذا و قال ابو بکر کذا. ابن عباس عصبانی شد، شما چرا مردمی هستید؟ من به شما میگم قال الله قال رسول، شما میگید قال ابو بکر قال عمر. میترسم که سنگ بر بالای شما نازل شود. حق است، ولو که بر علیه ابو بکر باشه، بر علیه عمر باشه رضی الله تعالی عنهما، ولو که بر علیه هر کسی باشه غیر از ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم، غیر از کلام الله که از تحریف و تنقید و هر اشتباهی محفوظ است و رسول الله صلی الله علیه و سلم که معصومند. هر کسی دیگه قابل نقد است.
اما نباید که نقد ما از دید تعصب باشد، نقد ما با شخصیت پرستی، رهبر پرستی، حزب پرستی باشد. و چه انسان‌هایی که مدعیان حزبی بودن، مدعیان جهاد و مجاهد بودن، که بنابر امان حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که نشانه منافق اذا خاصم فجر، وقتی که این موضوع مطرح شد، این تعصب حزبی و رهبرپرستی چنان آنها را کور کرده بود که از هیچ تهمتی بر علیه من دریغ نکردن و امیدوارم که به خاطر اون تهمتاشان در پیشگاه الله سبحانه و تعالی پاسخگو باشن. یک کسی که خوب منو میشناسه، شماره‌شو دارم در موبایلم، بهشم زنگ زدم، گفتم در پیشگاه رب العزت و الجلال یوم لا ینفع مال ولا بنون، در اونجا تو هم هستی، منم هستم، بعد همین ادعای دروغینی که کردی در برنامه استاد سادات، تو رو همونجا در پیشگاه الله سبحانه و تعالی محاسبه میکنم و استاد ساداتی که به تو اجازه داد که این تهمت ها رو بدون دلیل بر علیه من بزنی، اون رو هم محاسبه میکنم. یک بار اومد گفت که نمیدونم، به من زنگ زده بود، گفته بود که به کانال من کمک بکنید. دروغ، والله الذی لا اله الا هو، دروغ میگه. من در زندگی به هیچ کس زنگ نزدم که به کانال کمک بکنید و زنگ نخواهم زد. این واجب مسلمان ها است که به برنامه دعوی کمک بکنن، نه اینکه مردم زنگ بزنن به کسی که کمک بکنه. چند بار پشت سرم تماس گرفت استاد چم رو خدمت استاد. بعد گاهی اوقات من بعضی از انسان ها رو تجربه می کنم به خاطر که ببینم چگونه انسان هایی هستن. گفتم خب شما که مادامی که اینقدر اصرار دارید، برای مرکز تعلیمی یک چند پای کامپیوتر برای شاگردان بخرید، مادامی که جدی هستین. همون که رفت تا امروز. حتی شوخی کردم به یکی از دوستان، گفتم خیلی شاله بود که استاد چم رو خدمت تا اینو بهش گفتم رفت. بعضی هستن تماس میگیرن، بله ما شیعه بودیم هدایت شدیم، امر و خدمت چیکار بکنیم؟ میگم فلان کتاب رو بگی تایپ بکن بردشو برای ما بفرست. میره که میره دیگه، خبری ازش نمیشه. در برنامه دیگر اومد گفت که عطا محمد نور کانال براش وعده کرده بود، به خاطر همین بر علیه حکمتیار اومد صحبت کرد. الا لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله و ملائکه و جن و انس بر انسانی که دروغ میبنده، تهمت میزنه بر دیگران و بر کسی که مجال میده به همچین انسانهای دروغگویی که بیان تهمت بزنن به یک برادر مسلمان و تو ساکت بشینی، هیچ صدات هم در نیاد، یک پوزخندم بکنی، لبخندم بزنی. این نهایت تعصب انسان را نشان میداد. و نه از استاد سادات من معذرت خواهی کردم و نه از حکمتیار و نه از آن سخنانی که زدم. برگشتم، آنچه که بوده حق بوده، حق رو گفتیم. علما، بزرگواران، شخصیت هایی که در نزد من جایگاه خاص و ویژه‌ای دارن تماس گرفتن، بعضیاشون حضوری آمدن، خواهش کردن، گفتن این کلیپ ها رو فعلا متوقف بکنید. ما متوقف کردیم و متوقف کردن این به معنی این نیست که ما از اعتقاداتمون برگشتیم یا اون حرفایی که ما زده بودیم حرفای نادرست است. هرگز حرفمون 100% درست است. آنچه که گفتیم هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداریم که بیان حق بوده است و همیشه در راستای دفاع از دین، دفاع از حق، دفاع از قرآن و سنت حرف خواهیم زد، دفاع خواهیم کرد، حق را خواهیم گفت و از هیچ کسی هم نمی ترسیم. والله اومدن که به خدا قسم اومدن گفتن حکمتیار میکشه شما رو، ترور میکنه. این حزبیای دیوانه‌ای هستن که یک گلوله کافی است که شما رو بزنن بکشن. خندیدم. شما عجب جانورایی هستین شما متعصبین رهبر پرستای حزبی. ما که از ایرانی با اون به اصطلاح دبدبه و کبکبش نمی ترسیم، از آمریکا و اسرائیل و از این همه دشمنان دین که بر علیهشون صحبت کردیم نمی ترسیم.
باز اومدیم از شما میترسیم که امروز رهبر خودتون رو نمیتونید حفظ بکنید. چی هستید؟ کی هستید که شما بیاید کسی رو تهدید بکنید؟ و این نشان دهنده ضعف و بدبختی انسان‌هایی است که وقتی که در مقابل سخن حق جوابی نداشته باشن بیان چیکار بکنن؟ تهدید بکنن، تهدید به قتل. صفت یهود، زورشان که نرسید تهدید به قتل میکنن. یا صفت منافقین، تهمت زدن. اینا از تاجیکستان پول گرفتن که بر علیه حکمتیار صحبت بکنن. خاک بر سر شما و همون عقلتون، هم کسی که این شما رو اینطوری تربیت کرده و به بار آورده که این به این اندازه احمق هستید شما. من خواهشم از جناب استاد سادات این است که مادامی که اون محبت و مودتی که در بین ما و شما هست به خاطر دین است. من به خاطر دعوت، به خاطر دین، به خاطر غیرت دینی شما رو دوست دارم. والله عاشق چشم ابروی شما هم نیستم. نه کدام خویشاوندی داریم، نه کدام معامله‌ای داریم، نه کدام مادیاتی در بین ما و شما هست. و من هر کسی رو که در راه دین خدمت کرده، زحمت کشیده، فداکاری کرده دوست دارم. پس جلوی این انسان‌های پست و رذلی رو که بعضیاشون از اطرافیان شما هستن و در مجالس میشینن این صحبت‌ها رو میکنن بگیرید. والله برای من دوباره روشن کردن اون کلیپ‌ها فقط یک کلیک، همشو انتخاب میکنم، فقط یک کلیک میزنم، دوباره همش پخش میشه. اما ما با احترام بعضی انسان‌های بزرگی که خود همین حزبی‌ها، نزدیکان، اطرافیان آقای حکمتیار اونا رو فرستادن، واسطه شدن، عذر کردن، زاری کردن که نکنید، خیر از همین شما اینو چیز کنید، حکمتیار دیگه این حرفا رو نمیزنه. ما اومدیم آفلاینش کردیم، حذفش نکردیم، دلیت نکردیم، هست در یوتیوب، فقط پخشش نکردیم. خاص همون لینک ها، همون برنامه ها. پس صبر کسی رو امتحان نکنید و از خدا بترسید، تهمت نزنید. و من به همون اندازه‌ای که انسان صبوری هستم و در جایی که نیاز باشه قاطعانه از حق خودم دفاع می کنم. و این پیام امیدوارم که به جناب استاد سادات برسه که جلوی این دوستان ناباب خودشان را بگیرن که خدای نکرده کاری نشه که فردا شما هم ناراحت بشید و رهبرتان هم ناراحت بشه و رهبر پرستان ناراحت بشن. این هم نصیحت هم یک پیام بود برای کسانی که متعصبن و این تعصب راه ابلیس است، راه شیطان است. تعصب رو رها بکنید. جهاد کرده، رهبر بوده، هر چی هست، این به جای خود، ما با اون کاری نداریم. ما هیچ وقت از جهاد و از مبارزه چیزی که شخصی انتقاد نکردیم. نقد علمی بوده بیان کردیم و اشتباه علمی بوده بیان کردیم. دلیل دارید بیایید، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. و امیدوار هستم که این پیام به گوش ایشان برسد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم برادر عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انصار شما خدا هست یا؟ بله بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه برادر عزیز. استاد دو سوال داشتم. بفرمایید. سوال اول مو که یک روز راستی یک برنامه تو خیلی تماشا کردم، راستی برنامه تو بگیم بعد گذشتن، یعنی قسمت برنامه تو بود موندگیش بده درباره همی کردیت بود، یعنی خونه خریدن از بانک. بله. در همین راستا یک سوال ما داریم برای که همین کار ما کردیم. بعد راستی که وقتی چیزی شما را گوش کردیم کمتر بگیم همین ترس، یک شبه و ترس بگیم در وجود ما گرفته است. با هم خاطر رفتم برادر یک چی همین پرسم. بفرمایید. انا پیش همین ای بانک وقتی ما خونه گرفتیم، مثال یک همین یوتیوب یک دوملا را تماشا کردم، او میگه که مثال وقتی چیز از بانک بگیری
مثال همه خیل چیز باشه، وقتی یگان خونه باشه یا یکی ماشین باشه، بله انا همه خیل باشه مثال درسته. وقتی پول نباشه ریبا حساب نمیخوره. اگر پول بگیری مثال ریبا حساب میخوره. در همین راستا گفتم همین مثال تا چی حد همین گپی گفته همین بگیم بزرگوار حقیقت داره. نه کاملا اشتباه است. بله این حرف ایشان کاملا اشتباه است. همچین چیزی در دین وجود نداره. ببینید اصلا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها سود نبود که، تنها ربا نبود که ربای پول باشه این حرام باشه. خیلی از خرید و فروش ها هم حرام است. به طور مثال شما باغی از سیب دارید، درست؟ در تاجیکستان مثلا. در این باغ شما امسال مثلا 1 تن سیب داد. من بگویم که برادر تاجیک سال آینده محصول سیب باغ شما را همه را من در مقابل $100,000 خریدم. این خرید و فروش که ما انجام میدیم باطل است، جایز نیست. و این تنها سود پول نیست که حرام است. ببینید در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که سود حرام شد، اصلا پول به شکل امروزی ما وجود نداشت. نادرا مردم، اونم طبقه تجار، با طلا و نقره، با سکه های طلا و نقره معامله میکردن. عامه مردم چطور معامله میکردن میدانید؟ گندم میبردن در بازار، در مقابل گندم خرما میخریدن. خرما میبردن در بازار، در مقابل خرما مثلا روغن میخریدن. اجناس با اجناس رد و بدل میشد. متوجه هستید؟ پول نبود مثل امروزه که مثلا روبل باشد، سامانی باشد، دلار باشد، یورو باشد. این چیزا نبود. سکه های طلا و نقره بود. اونم یک طبقه تجار و ثروتمند از اونها استفاده میکردن. شاید مثلا طبقه غریب یا کم بضاعت جامعه مثلا تا آخر عمرش یک سکه طلا رو هم نمیدید. متوجه شدید؟ هر معامله‌ای که خانه باشد، ماشین باشد و در او فائزی وجود داشته باشد، درصدی وجود داشته باشد که سود به یک طرف میرساند، این حرام است. الان شما وقتی که از بانک خانه میخرید، از طریق بانک، درست؟ خانه خریدید، در مقابل خانه شما چی میدهید؟ پول میدهید، درست است یا نه؟ درست. پول میدهید، اما این پول را با چند درصد فایده میدهید، درست است؟ درست است. پس حرام است این؟ همچه باید حدیث مثال میاره، میگه که مثال در زمان یک حدیث که با لفظ عربیش یادم نیست که مثال لا ربا بین المسلم و الحرف دار الحرم. خیلی یک حدیث مثال میگه که همین نه این استدلال با کشوری که شما در دارالحرب. ببینید الان شما تاجیک، درست؟ در روسیه رفتید، شهروندی گرفتید. آیا روسیه برای شما دارالحرب است؟ آیا شما با روس‌ها در حالت جنگ هستید؟ نیستید. بین شما و بین روس‌ها جنگ نیست. شما اونجا رفتید، داکومنت امضا کردید، قانون روسیه را قبول کردید، شهروندیش را گرفتید، پاسپورتش هم سر جیبتان. بعد بگویید که روسیه برای ما دارالحرب است، در اونجا ربا و سود نیست. که نشد. خدا را خود نمیشه فریب داد برادر عزیز. درست است یا نه؟ درست. چون دارالحرب به کجا گفته میشه؟ مثلا بین تاجیکستان و بین روسیه جنگ است. روسا میان تاجیکستان خدای نکرده بمباران میکنن، تاجیکا رفتن در روسیه را اشغال کردن. اینجا در این حالت که کشور مسلمان تاجیکستان با کشور کافر روسیه در حالت جنگ باشد، در آن زمان روسیه دارالکفر گفته می شود، دارالحرب گفته می شود، ببخشید، دارالحرب گفته می شود. چون وقتی است که بین مملکت شما و بین روسیه جنگ است. الان مملکت شما با روسیه قرارداد دارد، تفاهم نامه دارن، روابط دیپلماتیک دارن. روسا کشور شما میآیند، تاجیکا میرن روسیه. بعد ما بگیم که نه اینجا دارالحرب است. آیا شما مجاهد هستید؟ آیا شما در حالت جهاد هستید در اونجا؟
این فتواها فتواهای چی است بگم، فتواهای سرخرمنی است. این فتوایی است که از علم، از دلیل شرعی نیست. ثانیا کسایی این فتوا رو میدن که اهل علم نیستن. انسان فتوا رو از اهل علم میگیره. این داملاها و ملاهای ما غیر از همین 4 کتاب خواندن و 2 تا 3 تا که از این کتاب قدوری و نمیدونم چیز خواندن، اینا بعد شدن مفتی. کی گفته که اینا مفتی هستن فتوا میدن؟ همچنان استاد عزیز در همین مذهب امام اعظم یگان چی در همین قسمت واقع است که هرگز مثال در 3 مذهب درست نیست، مثال در مذهب شافعی، مالکی ها دروغ میگن. مذهب امام اعظم همین چیزا دروغ میگن. یک روایت از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیارن که جایز دانسته باشه میره. دروغ میگن، تهمت میزنن. هم از امام ابو حنیفه، از امام ابو یوسف، از امام محمد که 2 تا از شاگردان بزرگ ایشان هستند، از هر کدام اینا یک دلیل بیارن که شما در یک کشور کفری که در اونجا در امنیت زندگی میکنید، جنگ هم بین شما نیست، در اونجا بروید و سود بدهید و سود بگیرید. یک دلیل بیارن. درست. بعد استاد می یک چیز نکه پرسم بعد در همین راستای نه وقتی ما همین چیزا نفهمیدم، مثلا ما بزرگا را گوش کنیم، مثلا همین کارا کردیم گفتن که درست هست، مثال دارالحرب شما بگیم که در دولت هستی و شریعت اسلامی نیسته، مثال بگیره هیچ کنه مینا این رفت ما همین کارا کردیم، الان فهمیدیم که مثال همین کار درست نیست که بگیم ما خونه را گرفتیم قسمت پل شب گیم که قسمت دودگیم و قسمت دیگه موندگی، بعد همین خیلی صورت ما چیکار کنیم که مثال جواب این رو در قرآن کریم جواب این رو داده. کسانی که قبل از فهمیدن حکم ربا یا قبل از نازل شدن حکم ربا یا قبل از اینکه شما بفهمید این حکم رو، سود گرفتید، سود دادید، عفا الله عما سلف، خداوند ببخشد، توبه کنید، صدقه بدید، خیرات بدید، زاری بکنید، الله متعال ببخشد. این خلاص شد، رفت دیگه. شما نیاز نیست که شما پولتان بیارید و همه رو از بین ببرید و فلان اینا. اما این الان شما یک عهدی بین شما و بین بانک است. شما الان نمیتوانید برید به بانک بگویید که من این رو فسخ میکنم. اگر این رو فسخ بکنید، بانک سر شما جریمه میماند، اینقدر پول میگیرد، از بد بدتر میشود. درست است یا نه؟ شما الان مثلا 1 سال مانده است، سعی کنید که همین قسط های 1 سال را پول قرض کنید از یک برادری، از یک دوستی، از یک خویشی اگر که داشته باشد، پول قرض بکنید، به بانک برید بگید که مثلا من 10 ماه قسط شما رو یک جای میدهم، شما همین فایز رو نگیرید یا کم بگیرید. درست است؟ بانک ها عموما وقتی شما پول نقد ببرید، وقتی پول مثلا 10 ماه قسط رو پیشکی ببرید، بانک ها قبول میکنن، چون اونا سر این پول شما کار میکنن. بگید که من الان پولم آماده است، 10 ماه قسطم مانده، این 10 ماه قسط رو من الان تمام میکنم، خانه رو به نام من بکنید، داکومنت همه اوراقش رو به من بدید. بانک هم قبول میکنه و هم شما از ادامه دادن در این معامله سودی خلاص میشید و هم بانک دست از سر شما بر میدارد. اما خانه شما خانه تان است، انشالله هیچ مشکلی در اون نیست. توبه بکنید، استغفار بکنید از این کاری که کردید، همیشه در نمازها دعا بکنید، توبه نصوح بکنید. الله متعال توبه انسان رو که خطا کرده باشه، اشتباه کرده باشه یا از نفهمیدن یک کاری رو انجام داده باشه، این رو میبخشد. خدا که چنین انشاءالله. زنده باشید برادر عزیز. بعد همون چیز تو تماشا کردن بسیار زیق شدم ده یک تاریکی بگیم دل ما گرفت که مثلا چیکاری بود ما کردم روشتا. همچنان دوست داشتم که در همین رابطه همین مسئله یک بار قید تو هم صحبت شیم، با هم خاطر منتظر همین بودیم. الله متعال آسانی در زندگی شما بیارد که دیگه محتاج سود دادن و سود گرفتن نشوید برادر عزیز. الله سبحانه و تعالی میفرماید که یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله سبحانه و تعالی برای شما آسانی میخواهد، برای شما سختی نمیخواهد. من یک داستانی رو اینجا مختصر خدمت شما بینندگان بگویم. کسی بود میخواست از بانک قرض سود بگیرد برای یک تجارتی. من گفتم نگیر، چون الله سبحانه و تعالی میفرماید که یمحق الله الربا
الله سبحانه و تعالی ربا را نابود کرده است. یعنی چیزی که از طریق ربا میاد در او بدبختی است، در او نابودی است، در او فساد است. گوش نکرد، رفت از بانک خیلی مبلغ کم، یعنی شما فکر کنید مثلا در اندازه $3000 از بانک قرض گرفت برای یک معامله تجاری. باور به خدا میکنید از روزی که این قرض را از بانک گرفته تجارتش ضرر کرده، خودش دچار مشکلات نفسی شده، میگه چه بد کردم، چه اشتباه کردم که همین کار رو کردم. این وعده الله سبحانه و تعالی است. زنده باشید برادر عزیز، الله مطالب ستان کنه. استاد میتونم سوال دیگه همتیم بعد خداحافظی کنیم؟ خیلی کوتاه بفرمایید، بینندگان دیگری هم روی خط هستن. هیچ مختصره. راستی استاد بزرگوار درباره همین جین خونی گفتم یک چیزی که هم در دل مونده است، من خطو پرسیمش. همین جین خونه که همین روز میکنن در اینترنت ها نمیدونم شما دیدش و ندیدشو، یا سری کارهای عجیب غرایب میکنن. همین رفتم که در شریعت همین خیلی چیزا هستن؟ ابدا ابدا نیست. ابدا نیست. این چیزا رو مثال میکشمش، مثال جینا میگیرن در درنی بگیم بانکه میمونن. نه اینا دروغ است. اینا همه دروغ است، شعبده بازی است، فریبکاری است برای خالی کردن جیب مردم است. به اینا هیچ کدامش اعتماد نکنید. انسان که بخواد از جن و شیطان دوری بکند فقط علاجش معوذتین است، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی است، سوره حمد است، اواخر سوره بقره است و دعایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، اذکار صبح، اذکار شام. اینا را انسان انجام بدهد، نه جندی به انسان ضرر میرساند نه شیطانی. سلامت باشید. خدا نگهبان تو باشه. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. خدا نگهبان. خدا باشید. تشکر میکنم از این برادر عزیز تاجیک. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و مغفرت استاد. بفرمایید برادر عزیز. خوب هستی؟ سلامت باشید، الله مطالب ستان کند. خدا شما را نگهبان باشه از تمام بلاهای زمین و زمین. یک سوال جواب بود که در این مردم فلسطین مظلوم بیچاره، بله، و قسم به نام الله که خوردگی ما که با هم وقت کم در تلویزیون تماشا داریم و با گوشی گپ زده هستیم، این مردم خوردگیمون زهر تنه است برای ما. درست. برای که مردم دست به طعام دراز میکنیم، قطعی فرزندان وقتی اونها را میبینیم در تلویزیون در حالت در یگان که از اینها دفاع نمیکند. درست. الله نستم. در یگان که از اینها دفاع نمیکند. خیلی همین زندگی برای مسلمان تلخ شدگی. درست. برای که مردم بیچاره و الحمدلله که مسلمان، حدیثی هست که یک بدن آدم که در گرفت تمام بدن ما مسلمان یک. برای این سوال دادن که خیلی در حق ما دعا کنن در کار و تمام مظلومان شما از این همین چی کردگیتون مردم رو باید دعوت کنید که برای اینها دعا کنن. بسیار مردم شما رو دوست می‌دارن و با شما در علاقه هستن و با این آنهایی که روز پرزیدنت تاجیکستان و پرزیدنت ایران شرطنامه بستن که به ویزا برای مردم رفت و آمد کردن در کار، ما از این بسیار خیف داریم و خوش نیستیم. برای که اینها از یهود نصارا، فتنه یهود نصارا از فتنه شیعه ها گنده است. درست. اینها برای ویزا ما از این کار خوش نیستیم. برای که در سوریه، در عراق چند قد جنگ رفت. من از 2009 بود که من 120 سال حق تماشا میکردم و از شما بسیار با خبر شدم که این شیعه ها چه خیلی فتنه‌گر مثل یهود نصارا بدتر هستند و اینها با خبر شدم الحمدلله از زبان شما از این 20 سال حق. و با همین میگم که اینها در عراق و سوریه بسیار آدمای اهل سنت در جماعت داشتن. بسیار همین برنامه شما رو تماشا میکردم، شما بسیار تماشا میکردین و این شیعه ها
بحث میکردین از این شاخچه به شاخچه میپریدن جواب نمیدادن در یگان سوال و جواب شما. درست. این است که حاضر برادران مظلوم فلسطین کمک نمیکنن. وقتی که در سوریه و عراق بود آدم اهل سنت و جماعت بسیار قتل میکردن بیرحمانه، مثل که یهود نصارا که هستند. امروز انا در جهاد در فلسطین اینها نمیکنن، اینها با از دوری تماشا میکنن. مرگ به امریکا، مرگ به یهودا، اینها همش حیله و نیرنگ هستند. درست. تشکر از شما برادر عزیز. زنده بود، راه نگهبان باشد. سلامت باشید برادر عزیز. اینها بسیار گپ زدن که تاجیکا، مردم تاجیک از این شیعه های یهود مثل یهود نصارا که هستن، فتنه یهود نصارا مثل فتنه شیعه ها نیست. اینها فتنه بسیار بلند است. شما بسیار اینها گویی که ما با خبر شویم. الحمدلله من از 2009 چند سال شد ما شما رو تماشا می‌کنیم، برنامه‌های شما را وقتی که برنامه شما را از موبایل بردن ما خیلی ناخوش شده بودیم. الحمدلله که با این شما رو دیده ایستیم، تماشا میکنیم برنامه شما را و خداوند نگهبان باشد در امان خدا. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. همانطوری که برادر عزیزمون اشاره کردن، ببینید این حکومت خیرش به هیچ مملکت نرسیده. در عراق که امسایه‌اش است ببینید چه وضعیتی است، در سوریه چه وضعیتی است، در یمن، هر جایی که پای اینها رسیده در اونجا فتنه و جنگ و آدم کشی برا انداختن. و خیلی عزیزان تاجیک باید در رابطه با ایران خیلی محتاط باشن، خیلی متوجه باشن که اینها تاجیکستان را مثل عراق و سوریه نکنن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدای تلویزیون رو ببندید برادر عزیز. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. سلام به همه تماشاگران شما. سلامت باشید. چی گفتن هستم؟ شما اگر اهمیت داده باشید از وقتی که همه جو بایدن پیری قاتل که به همه قدرت اومد خونریزی سر شد، از همه افغانستان شد و سر شد خونریزی کلان. بله. حتی اوکراین و فلسطین همه مردم مسلمان از به نهایت غمگین هستند در تمام دنیا. بله. چی گفتنی هستم؟ من شخصا در تمام همین ویدیوهایی که میبینم در زیر همین ویدیو مینویسم که از وقتی که همین قاتل به سر قدرت آمد خونریزی کلان سر شد. در نمازات دعا کنن که پروردگار مهربان دست امریکا و اسرائیل را شکسته ناتوان بگردونه. آمین. و خدای مهربان مردم غزه و فلسطین در پناه خودش نگه دارن. آمین. آمین. تشکر از شما برادر عزیز. من در همه ویدیو قریب می نویسم که از وقتی که این قاتل به سر قدرت آمد خونریزی سر شد. درست. تشکر از شما. در همه مسلمان باید را بنویسه. درست. در حقیقت قاتل انا همه جو بایدن هست که اگر این میخواست اول همه خونریزی کلان در افغانستان نمیشد. درست. که اینها در یگان جا نمیخواهند که امنیت باشد. درست. اینها فقط امنیت بین خودشان میخواهد. درست. امریکا، کانادا بله، کشورهای غربی عموما کشورهای غربی کلا. بله. اینها بین فارس‌ها جدا میاندازند. درست. بین روس‌ها جدایی میاندازند. عرب‌ها را که مثل زن خودشان گرداندگی هستند. هر یک دولت عرب مثل که در نکاح آنها باشد. الله المستعان. الله المستعان. اون سربازای دولت عرب شهرهای خودشان مثل یک نمیدونم چی راست میکنن. چگونه در اون شهر تو زندگی میکنی که برادر طرف بمباران کرده ایسان. درست. درست.
این سران دولت عرب کور هستند، منافق هستند. آیا همین بایگری آنها از روی اسلام نیست که اینقدر مردم به آنها به اوجا میروند؟ از کجا است بایگری آنها؟ درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. سلامت باشید. اولا یک موضوع رو اینجا خدمت شما عرض بکنم. دوستانی که فکر میکنن که اگر که بایدن باشه وضع خراب است، کسی دیگر باشد وضع بهتر است، یک حقیقت رو بگم، سگ زرد برادر شغال است، هیچ فرقی ندارن اینا. کلینتون کسی بود که من به ترتیب همین 30 سال اخیر رو برای شما بگم. کلینتون قبل از اون بریم مثلا در مورد از زمان ریگان شروع بکنیم. ریگان به خاطر منافع آمریکا چه فتنه و فسادی رو که در کشورهای اسلامی به راه انداخت. بعد از اون کلینتون آمد. کلینتون کسی است که جنوب افغانستان رو 72 تا راکت کروز زد. مردم فکر میکنن که طالبا یا فلان یا علان سبب شدن که بوش به افغانستان حمله بکنه. نه، زمان قبل از بوش، زمان کلینتون، دشمنی با اسلام، با مسلمان‌ها، با مجاهدین شروع شده بود. بوش پدر فسادی که اون کرد در عراق، 1 میلیون کودک عراقی رو در محاصره اقتصادی که در عراق انجام دادن به شهادت رساندن، چه خرابی‌ها و فتنه و فسادی که در منطقه خلیج و اونجا انداختن، اون به جای خود. بوش پسرش اومد، خدا هر دوتاشون رو لعنت بکنه، اون اومد جنگ افغانستان، حمله به عراق، افغانستان و کشتار هزاران مرد و زن و کودک بیگناه رو انجام داد. بعد از اون دیوانه مست آمد ترامپ، اون از بد بدتر، فتنه و فسادی که اون در عالم به راه انداخت، در سوریه، در عراق، در کشورهای دیگه همه شاهد هستیم. اینم بایدن، این که یک خدازده خرفتی است که این اصلا گاهی اوقات دیدید اصلا راه داخل شدن و خارج شدن اون جای سخنرانیش هم فراموش میکنه. گاهی اوقات اصلا دیوانه است، یک دیوانه به تمام عیار، مغز عقلش از دست داده. این افراد نیستن که این کشورها رو حکومت میکنن، یک مافیای پشت صحنه ای از اصل قدرت دست اوناست. اینا همه یک تئاتر است، یک فیلم است، یک نمایشنامه است. و با آمدن ترامپ و بایدن و فلان هیچ تأثیری در دشمنی اینها با عالم اسلام و با وحشیگری اینها نمیافتد. اینا یکی هستن. همه اینها حقدشان، کینهشان، عداوتشان با اسلام و مسلمان بر اساس بوش و کلینتون و نمیدونم ترامپ و بایدن نیست. این جز دینشان است، جز اعتقادشان است، جز سیاستشان است. فما نباید فکر کنیم والا اگر فلانی می آمد بهتر بود. مثل در انتخابات همه دعا میکردن که خدا کنه که ترامپ بشه چون ترامپ بهتر است، اگر که بایدن بشه بس خراب میشه. بعضیا برعکس میگفتن نه، اگر بایدن بیاد بس خوب میشه، اگر ترامپ بیاد بدتر میشه. دیدیم که هر دو طرف در اشتباه بودن. سگ زرد برادر شغال است، هیچ فرقی نمیکنه. دیگر این که دوست عزیزمون در مورد، ببینید شما از خیلی از این حکامی که هستن در کشورهای اسلامی ما فکر میکنیم اینها حاکمن. اینا حاکم نیستن، اینا دست نشاندن. فقط تاریخ اینها رو، اجدادشان رو شما برید ببینید کیا بودن، کیا اینها رو آورد در این سرزمین ها حاکم کرد. در عراق کی رو آوردن حاکم کردن، در مصر کی رو آوردن حاکم کردن، در اردن کی رو آوردن حاکم کردن. به خاطر ساکت کردن قضیه فلسطین، نه تنها در فلسطین بلکه در اطراف فلسطین هم اینها کار کردن. و این یک دسیسه ای است که از امروز و دیروز و پارسال پرارسال نیست. این از 100 سال تقریبا به این طرف روی این پروژه ها کار کردن که به اینجا رسیدن. و شما از کسایی که خودشون مزدور هستن، نوکر هستن، شما از اونها چه توقع دارید که اونا بیان مثلا فلسطین رو آزاد بکنن؟ بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
انصاری. سلامت باشید. سلامت باشید. جناب آقای انصاری، من چند تا سوال داشتم از خدمت شما. بفرمایید. عرض بشود که پرسش اول این که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله تعالی علیه در تقسیم امور یک حالا تقسیم بندی دارن بدین صورت ما یقدر علیه غیر الله و ما لا یقدر علیه الا الله. درسته یا نه؟ خب عرض بشود که ما افرادی رو میبینیم که متاسفانه میرن بر سر قبور و استغاثه میکنن، ندای غیر الله انجام میدن و بعضا دیده شده که حاجتشون هم برآورده شده. خب بله. بعد در این مورد یکی از اساتید میگفت که اینها برآورده شدن حوائج و اون نیازهاشون به دست اجنه و شیاطین. آیا شما این پاسخ رو تایید میکنید؟ والا هر چیز امکان داره. ببینید گاهی اوقات تصادف میتونه باشه. مثلا طرف اومد گفت که خدایا فرزند من رفت سر قبر، مثلا گفت ای امام رضا فرزند من رو شفا بده. خب این در حالی که هم داره مثلا یک دارویی رو استفاده میکنه، هم رفته پیش دکتر، یک کسی هم بهش گفته برو سر قبر امام رضا همچین یک دعایی بکن. این کارو کرد، فرزندش به سبب داروی دکتر خوب شد. بعدش این اعتقاد پیدا میکنه که انگار امام رضا شفا داده. خلاص در بین مردم میگه بله من فرزندم بیمار بود، دکتر رفتم دارو گرفتم، اما وقتی که پیش امام رضا رفتم فرزندم شفا پیدا کرد. شفا رو داروی دکتر، یعنی الله سبحانه و تعالی شفا داده، سبب داروی دکتر بوده، رفتن امام رضا نبوده. اما این اینطوری برداشت میکنه. و خیلی از مواردی که به طور مثال قبری هست به نام قبر حضرت علی در افغانستان، میگن که در اونجا هزاران نفر کور بینا شده، انسان‌های به اصطلاح فلج بودن، خوب شدن، بیماری‌های مختلف شفا پیدا کرده. من حدود 25 سال است که 25 سال دارم تحقیق میکنم که یک آدمی رو پیدا بکنم که کور بوده و در اون قبر رفته و شفا پیدا کرده. یکی رو نتونستم پیدا بکنم، اما میگن که هر سال در زمانی که همون پرچمی رو بلند میکنن بهش میگن جنده بالا، در اون موقع صدها کور بینا میشن و صدها انسان فلج خوب میشن. اما من 25 سال میشه که دارم تحقیق، نه اینکه دارم تحقیق اینترنتی میکنم، کسانی که در اون منطقه زندگی میکنن بیش از 30-40 نفر، من اینا رو گفتم که شما یک نمونه اگر پیدا کردید برای من فقط یک شماره تلفنی، شماره تماسی یا یک ملاقاتی ترتیب بدید که من ببینم واقعیت داره این، اما تا هنوز پیدا نکردم. اکثر اینا دروغه. دروغایی هم که کیا این رو ترویج میکنن؟ همون کسانی که متولیان این مکان هستن. به خاطر چی؟ به خاطر که هرچی این دروغ‌ها بیشتر رایج بشه، مردم پول بیشتری میریزن و اونها براشون بیشتر میرسه. یک تجارت، یک بزنس. بله درسته، اینو متوجه هستم، لکن به طور کلی آیا ممکنه مثلا فرض بفرمایید که اون شخص مریض شفای خودش رو از غیر الله بتونه بگیره، که مثلا اجنه و اینها یا شیاطین مثلا بیان؟ چون بالاخره خدا میگه من یعش عن ذکر الله نقیض له شیطانا فهو له قرین. همین شیطان رو کی مأمور میکنه که این کار رو بکنه؟ طبعا الله سبحانه و تعالی. پس این یک نوع ابتلا و امتحان است. یعنی شیطان به ذاتهی، یعنی نه خیر، شیطان به ذاتهی نمیتواند شفا بدهد. این امتحانی است که الله سبحانه و تعالی توسط اون شیطان در اصل الله متعال شفا میدهد، اما سبب اون شیطان است. مانند این که شما بیمار میشید میرید پیش دکتر، دکتر به شما دارو میده، دارو شما رو شفا داد یا الله شما رو شفا داد؟ نه، اون که طبعا الله شفا داد، اون درسته. پس دارو وظیفش چی بود این وسط؟
سبب دقیقاً. شیطان هم همینطور، شفا رو الله میده، سبب میشه شیطان، چون الله میخواد به وسیله همون جن یا به وسیله همون شیطان این طرف امتحان بشه که ببینه آیا از این امتحان سربلند بیرون میاد یا نه. مثل آیه قرآن که میگه وقتی که از ما فرزند خواستن ما بهشون فرزند دادیم، وقتی که بهش فرزند دادیم چیکار کرد؟ به الله شرک ورزید. درست. بعد استاد یک سوال دیگه هم داشتم اگر که امکان داشته باشه. در آیات قرآن کریم اومده که خداوند متعال باد رو در تحت تصرف و تسخیر حضرت سلیمان علیه السلام قرار داد. درسته؟ بله. خب آیا این به نوعی تصرف در کون نیست؟ نه، چون که همین ابرها رو کی در آسمان ها این ور و اون ور میبره؟ الله سبحانه و تعالی. ملائکه موظفی هستن که از طرف به فرمان الله سبحانه و تعالی این کار رو میکنند. خب درست. خب الان ما میتونیم بگیم که آیا این ملائک متصرف هستن؟ نه، ملائک در حقیقت عامل یا مجری فرمان الله هستن. درسته؟ بله اینجور هست دیگه. دقیقاً. مثل سوره نازعات میفرما فالمدبرات امرا. درسته یا نه؟ بله. احسنتون. خب الان من سوالم اینه، سلیمان علیه السلام هر موقع اراده بکنه میتونه اون باد مثلا به باد بگوید بوز و به خاطر اراده اون باد بوزه مثلا به هر جا که بخواد بره به وسیله باد؟ ببینید این به معنی این نیست که سلیمان علیه السلام در اونجا قدرت تکوینی داشته در اداره کائنات، مثلا در اداره ابرها. اصلا به این معنی نیست. الله سبحانه و تعالی وقتی میگه در اختیارش قرار داد، به طور مثال من یک مثال ساده بزنم که بینندگان متوجه بشن، شما که انشالله میدونید این مطلب رو. به طور مثال من میگم من ماشینم رو در اختیار شما قرار دادم، درست؟ راننده من ماشین من رو میاره جلوی خونه شما که شما رو به سر کارتون ببره بیاره. این به معنی این نیست که شما به اصطلاح متصرف هستید در ماشین من. متصرف در ماشین راننده من هست، اما این ماشین و این راننده در اختیار شماست که هر موقع شما بخواهید بهش زنگ میزنید، ماشین رو میاره، ماشین رو میبره، شما رو میاره میبره. درست؟ ملائکه‌ای هستن که مسئول به اصطلاح باد، باران، طوفان یا بقیه مخلوقاتی که الله سبحانه و تعالی داره. الله سبحانه و تعالی مثل قضیه رسول الله صلی الله علیه و سلم که در طایف رخ داد، جبرئیل آمد گفت یا رسول الله، الله سبحانه و تعالی میگه که ملائکه آمادن، تو امر بکن که ما این دو کوه را به هم بزنیم و همه اینها را نابود بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که نه خیر، امکان داره که از نسل اینها کسانی بیان که الله سبحانه و تعالی را بپرستن. در اینجا معنی این نیست که به اصطلاح تکویناً سلیمان علیه السلام متصرف در باد و باران و غیره بود. به معنی این است که اینها در اختیار سلیمان علیه السلام قرار داده شد که هر موقعی که بخواد از اونها به نفع خودش، نه به نفع مثلا مادی خودشه، به نفع سلطنت خودش که یک سلطنت الهی بود، در راه نشر دین الله سبحانه و تعالی استفاده کنه. برداشت من این است. خب حالا صحیح. خب الان در این صورت فرقش با اون ولایت تکوینی که این روافض میگن چی میشه؟ ولایت تکوینی معنیش این است که اونها میگن که از روز ازل ائمه اهل بیت شریک بودن با الله سبحانه و تعالی در تکوین همه ذرات کون. یعنی بر اساس ولایت تکوینی ائمه اهل بیت
تصرف در ذات همه ذرات دارن بدون واسطه، بدون اینکه از الله اجازه بگیرن، بدون اینکه ملکی در وسط باشه. به خاطر همین بعضی از علمای شیعه میگه مستقیم از ائمه میخوایم، چون که همون قدرتی که خدا داره اونام دارن، خدا رازق است اونام رازق هستن. خب در اونجا اینا یه به اذن الله هم نمیگن مثلا ائمه به اذن الله مثلا روزی میدن، به اذن الله مثلا شفا میدن؟ ابدا. شما بقیه رو که بگذارید، همین کتاب خمینی رو برید بخوانید، میگه که ما عقیده داریم که برای ائمه ما چنان مقامی است در نزد الله سبحانه و تعالی که نه ملک مقرب نه نبی مرسل به اون میرسه. یعنی چی؟ وقتی که ملک مرسل نباشه، نبی مرسل نباشه، ملک مقرب نباشه، نبی مرسل نباشه، دیگه خداست دیگه فرق بین عقیده تسلیس و عقیده 12 امامی وجود نداره. یعنی ولو اینکه اگر اینها مثلا میگفتن اینها به اذن الله مثلا میتوانن شفا بدن، الان این عقیده درست میشد؟ یعنی به اذن الله میتوانن شفا بدن، حالا شاید براش یک توجیهی وجود داشت. خب الان اوکی. بعد اصلا یه سوال دیگه هم بپرسم، میدونم دوستان پشت خط هستن، من عذرخواهی هم میکنم. یک برداشتی من میخواستم ارائه بدم، حالا نمیدونم چقدر ممکنه درست باشه یا چقدر اشتباه باشه. ببینید شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتاب العبودیه در تعریف عبادت، خودتون استاد هستید میدونید، میفرمایند که العباده هی اسم جامع لكل ما يحبه الله و یرضاه من الافعال والاعمال الظاهره والباطنه. این تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه است. خب حالا من یکم داشتم روی این تعریف فکر میکردم و حالا یک سری چیزهای دیگه هم بود. من اینجور به نظرم رسید که شرک خودش معنای حقیقی نداره. یعنی چی؟ به چه معناست این؟ یعنی که آقا ما نمیتونیم بگیم چه چیزی شرکه چه چیزی شرک نیست. باید ابتداءً عبادت رو بشناسیم، ببینیم خداوند چه چیزی را دوست دارد و به چه چیزی راضی است. خب بعد همون رو بگیم اگر این چیزی که خداوند دوست داره رو برای غیر او صرف کنیم، این میشود شرک. درسته؟ دقیقاً همینه. برداشت من درسته؟ بله کامل. خب الان احسنتو. خب الان ما یک موقع مثلا میبینیم که ملائکه خب در اول خلقت، خب خداوند متعال بهشون میگه که به آدم علیه السلام سجده کنید. درسته؟ بله. میگه سجده کنید، اما جز شیطان همه اونا اطاعت میکنن. یعنی اگر که آنها سجده میکردن، حالا کاری به نوع سجدهش نداریم که سجده عبادت یا سجده تحیت که علما فرمودن سجده تحیته، این که خداوند یک امری رو دوست داشته باشه و شما انجامش بدی میشه عبادت. بله. خب حالا مثلا علی سبیل فرض محال مثلا یک موقع خداوند تشریع کند که اگر شما برای مثلا زید و بکر ذبح کنید، من این کار رو دوست دارم. خب اگر شما مثلا برای خالد و علی مثلا ذبح کردید، اون میشه شرک. درسته یا نه؟ درست. پس یعنی ما تنها العبرتو به ما یحبه الله و یرضاه، یعنی فقط ما باید ببینیم چه چیزی خداوند دوست داره و اون رو همون ولی اون که مثلا علی سبیل فرض محال بگوییم که خداوند گفته که مثلا برای زید و عمرو مثلا ذبح کنید. نه خداوند اصلا ببینید بله اصلا همین فرض محالی که شما میزنید اشتباهه، چون که امکان نداره که الله سبحانه و تعالی همچین چیزی رو بخواد. چون نه تنها نظام آفرینش، بلکه همه اعتقادات، همه ادیانی که الله سبحانه و تعالی تشریع کرده بر اساس یک نظم است، بر اساس یک قواعد است، بر اساس یک اصول است. آنچه که شما میفرمایید فرض محال اصلا امکان نداره. اما ما میتونیم یک مثال دیگری بزنیم. بنی اسرائیل اومدن گوساله پرستیدن، درست؟ چون که الله سبحانه و تعالی از پرستیدن گوساله مانع کرده بود، پرستیدن غیر الله سبحانه و تعالی، اینا شدن عاصی و باغی و گناهکار و مستحق مجازات. در همین داستان موسی و قومش علیه السلام جای دیگری داریم
که الله سبحانه و تعالی میگه این گاو رو بکشید، با پارچه از این گاو بزنید به این انسان و این انسان زنده میشه. بله. اینجا قدرت الله سبحانه و تعالی است که به ما میگه که همون گوساله ای رو که تو فکر میکردی که نفع و ضرری به تو میرسانه، همون گوساله رو ما امر میکنیم که بکش، با یک تیکه گوشت مرده او که بی جان هست، هیچ حول و قوه‌ای نداره، ما وقتی که بخوایم میزنیم به یک انسان، انسانی رو زنده میکنیم. درست؟ پس این چیزی که الله سبحانه و تعالی میخواد و هر آنچه که او بخواد میشه. منتها در خیلی از مسائل مانند شرک و توحید حتی ما نمیتونیم فرض محال بزنیم، چون که این خلاف قاعده ای است که الله سبحانه و تعالی وضع کرده. چون همه انبیا، همه رسول، همه به اصطلاح پیامبرانی که آمدن، برای چی اومدن؟ فقط به خاطر یک امر آمدن: قولوا لا اله الا الله. فقط این رسالت مشترک همه انبیا بود. به خاطر همین در این زمینه ما حتی فرض محال نمیتونیم تصور بکنیم. صحیح میفرمایید. جزاکم الله خیر استاد. استاد فقط یک در مورد تایم برنامه‌های شما می‌خواستم ببینم که برنامه‌هاتون به چه صورته؟ فقط جمعه ها هست، سه شنبه و جمعه ها هست؟ فقط سه شنبه و جمعه. فقط سه شنبه و جمعه هست. سه شنبه به تایم مکه مکرمه ساعت 7 شب و جمعه ساعت 6 شب، همه به تایم مکه مکرمه است. صحیح. جزاکم الله خیر. خیلی لطف کردید. حیاکم الله. زنده باشید. بارک الله فیک. سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. انصار حسین محترم، خوبستون؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ سلامت باشید، بفرمایید. باشید. انصار حسین محترم، دو تا سوال دارم ان شاء الله که امیدوارم جواب بدهید. بفرمایید. سوال اول من اینه که آیا ما قانون الله را برپا میکنن، خدمت دین و شریعت را میکنن؟ یک. سوال دوم اینه که سوال اول خیلی میبخشید متوجه نشدم، قطع شد یک ثانیه صدای شما. بفرمایید دوباره تکرار کنید. آیا امارت اسلامی واقعا قانون الله را برپا میکنن، واقعا خدمت دین و شریعت را میکنن امارت اسلامی؟ سوال دوم من اینه که رئیس جمهوری قبلی که ترکیه 100 سال قبل به نظرم جمهوریت را آورده به نام آتاتورک. بله. امروز بودهای این است که در مکتب ها امروز هم به نظرم روز وفاتش بوده، به خاطر احترامش میگن 1 دقیقه 2 دقیقه ایستادشو میگن. و مکتب ها حتی روزه جمعه به بچه ها میگن به مجسمه آتاتورک احترام بگذارید، 1 دقیقه به نظرم ایستاد میشن، سرود ملیشان میمانن. آیا جایز است از نظر اسلام اینها؟ باش، چشم، در این مورد صحبت میکنم. الله حفظتون کنه. شما من تماشاش میکنم. سلامت باشید. تشکرش. اولا آیا امارت اسلامی، ببینید اسم ها مهم نیست. امارت اسلامی، جمهوری اسلامی، دولت اسلامی که یک پسوند اسلامی داشته باشه حتما این واقعا طبق قرآن و سنت است، یک کشور واقعا اسلامی است. اسمها، پسوندها مهم نیست، عمل مهم هست. ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین امارت اسلامی و بین جمهوری که قبل از امارت اسلامی بود، 1000 مرتبه اینها بر اونها شرف دارن. این یک واقعیت است. شاید خیلی ناراحت بشن، اعصابشون خراب بشه، کلشون رو به دیوار بزنن، 4 تا فحش هم نصیب ما بکنن، اما این واقعیت است. جمهوریت یک نظامی بود که با هواپیمای B-52 با توپ و تانک آمریکایی و 40 کشور کفری آمد در افغانستان. فسق، فجور، فساد، دزدی، رشوت. بگذاریم از مسائل دینی، از فساد اجتماعی و اداری که بود و مردم همه شاهد هستند. به خدا قسم اگر تعصب رو کنار بگذاریم، همه قبول میکنیم که حکومت پیشین یک حکومت فاسد بود، از نگاه اداری، از نگاه اجتماعی، از نگاه اخلاقی، از ارگ گرفته تا آخرین پایین ترین رتبه دولت تا سفارتخانه و قنصلگری هاشون مملو از فساد بود. فساد جنسی، فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی، فساد سیاسی.
هر گونه فسادی که بگید در این حکومت بود. همین کافی است که اونها رو آمریکا آورده بود، آمریکا اونها رو تحمیل کرده بود بر ملت ما. انتخابات های مسخره‌ای که درست می‌کردن، دو تا حکومت وجود داشت، حکومت عین و حکومت غین و هر کس به طبل خودش میرقصید و اینا. آمد امارت اسلامی. عده مردم چی میگن؟ امارت اسلامی نوکرای پاکستان هستن. خب همینایی که مجاهدینی که قبلا بودن نوکرای کی بودن؟ اگر قرار باشه برای اینکه والا طالبا اصلشون از مدارس دینی پاکستان است، خب مجاهدین ما هم کلشون در پاکستان بودن. ای حکمتیار ربانی، سیاف، سباتورا، همشون در پاکستان بودن. همشون زیر نظر جنرال حمید گل رئیس استخبارات پاکستان کار میکردن. پس کدومشون با دلایل واضح و آشکار گفته میتونیم که نوکر پاکستان بودن؟ ثانیاً امروز برخورد پاکستان رو با حکومت افغانستان، با مردم افغانستان بعد از آمدن امارت اسلامی ببینید. اگر که واقعا اینا نوکر پاکستان بودن، خب پاکستان امروز باید در کنارشون بایسته، مشکلات اینها رو حل بکنه، نه اینکه مهاجرین رو طرد بکنه که وضعیت اقتصادی. اصلا هدف ارسال مهاجرین، اخراج مهاجرین از پاکستان در این وقت چی است؟ ضربه زدن با حکومت افغانستان. هدف همین است. اینا فعالیت کردن، یک کمی وضعیت به اصطلاح خورد و برد و رشوت و یک نظامی را بردن، یک سری فعالیت‌هایی انجام دادن، قضیه بندهایی که ساخته شد، کانال قشتپه که ساخته شد، ترمیم سالنگ، خیلی از خدماتی که در شهرها انجام دادن. این دیدن که کشورهای همسایه ما که اینا که دوست نیستن، که اینا دشمن هستن، ایران و پاکستان، دیدن که اینا دارن به این سمت و سو میرن. الان افغانستان میشه کشور آزاد، مستقل، پیشرفته، روز به روز وضعیت بهتر داره میشه. دلاری که 140 بود آمده به 79 78. بیم چی کار بکنیم؟ اینا رو دچار مشکلات اجتماعی بکنیم، مشکلات اقتصادی بکنیم. از اون طرف از ایران مهاجرین دارن اخراج میکنن، این طرف هم از پاکستان. فشار مضاعف، غیر از درگیری‌ها و مشکلات دیگر. از نگاه امنیت امروز 100%، 1000% امنیت بهتر از زمان جمهوریت است. و در زمان جمهوریت خود شما به یاد دارید که طرف به خاطر موبایلش، جوان محصل پوانتون کابل به خاطر موبایلش کشته شده بود. یک تانی دو تانی روزانه این اتفاق می افتاد به خاطر موبایل. خود ظالم موبایلش رو میگیرید، کامپیوترش و لپتاپش رو میگیرید، خودش چرا میکشید؟ هم میگرفتن میدزدیدن اشیای اون رو و هم میکشتنش. خب وقتی با اونا مقایسه بکنیم 100 درجه شرف دارن. هیچ حکومتی بی عیب و بی اشکال نیست از بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم. در حکومت خلفای راشدین، بنی امیه، بنی عباس الی آخری، همه حکومت ها مشکلاتی رو داشتن و این مشکلات رو امارت اسلامی هم داره که امیدواریم روز به روز حل بشه. تعصب مذهبی، تعصب فکری، تنگ نظری، یک سری از مشکلاتی است که متاسفانه در امارت اسلامی وجود داره که اینها باید حل بشه. چون من بارها گفتم، در یک پیام دیگری هم ذکر کرده بودم که حکومت داری مدرسه داری نیست. مثلا در مدرسه یک ملا صاحب، مولوی صاحب هست، میگه که کتاب فقط کتاب قدوری، مذهب فقط مذهب حنفی، فکر فقط فکر من، هرچی که من بخوام همون باید اجرا بشه. هر کم که سر بلند کرد پاش به فلک میگفتن کفبایی میزنیم. این مدرسه داری است. حکومت داری اینطوری نیست که تو بگی مذهب فقط مذهب من. نه، در جامعه مردم دوست دارن هر مذهبی رو که انتخاب بکنن. بگی که فکر فقط فکر من، شاید تو مردم رو در ظاهر مجبور بکنی که فکر تو رو تایید بکنن، اما هر کس که پیش زن و بچهش در خانه رفت فکر خودش رو اظهار میکنه. فکر رو نمیشه تغییر داد به زور، فکر رو نمیشه زندانی کرد. شما من رو میتوانید ببرید در یک زندان بیاندازید، انفرادی، سیاچال، حتی میتوانید من رو بکشید، اما فکر من رو نمیتوانید از بین ببرید. فکر من در برنامه‌های من هست، فکر من در کتاب‌های من هست. فکر من تنها چیزی است که شما نمیتوانید تغییر بدهید. دست من رو قطع کنید، پای من رو قطع بکنید، چشمان من رو کور بکنید، هر بلایی بخواید سر من بیارید، فکر من رو نمیتوانید تغییر بدهید. این تنها چیزی است که انسان نمیتواند به زور تغییر بدهد. فکر با زندانی کردن، با کشتن، با این چیزها از بین نمیرود. پس مبارزه کردن با فکر نیاز به یک فکر قوی‌تر و مستدلتر و قاطعتر میخواهد که آن فکری که ضعیفتر است، دلیلش کمتر است، او رو مغلوب بگردانه. به خاطر همین با فکر کمونیستی، با فکر الحاد، با فکر
رافضه‌گری، با افکار منحرفی که در جوامع وجود دارد، نمی شود از باب کشتن و بستن و زندانی کردن پیش آمد. بیایید با فکر، بیایید با عقل. قرآن کریم مثلا ببینید در خیلی از آیات قرآن کریم، خیلی خاصا آیات مکیره، همیشه الله سبحانه و تعالی عقول و فکر مردم رو مخاطب قرار میده. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الى آخره. همین آیه رو شما تا آخر بخوانید، همش عقل مردم، فکر مردم رو مخاطب قرار میده. چرا اسلام میگه که لا اکراه فی الدین، به زور کسی نباید مسلمان کرد؟ اما قرآن کریم از اول تا آخرش ای مخاطب قرار دادن عقل است، شعور است، فکر است. آیا شما تفکر نمی کنید؟ آیا شما تدبر نمی کنید؟ آیا شما از عقل خودتون استفاده نمی کنید؟ همه اینها چی است که الله سبحانه و تعالی و دین الله می خواهد که با انسانهای منحرف که دارای فکر منحرف هستند فکری مبارزه بکند. این مسئله از مشکلاتی است که وجود دارد و روز به روز داره بهتر میشه. تازه که طالبان آمده بودن میگفتن که غیر از ما هستیم، دیگه هیچ کسی دیگه را قبول نداریم. 6 ماه که گذشت کمیسیون تشکیل دادن که متخصصین و به اصطلاح کسانی که بودن برگردن. الان رفتار طالبان نسبت به 2 سال قبل خیلی تغییر کرده، چون الان به این نتیجه رسیدن که ملا نمیتواند هواپیما بسازد، ملا نمیتواند جراحی بکند، ملا نمیتواند ماشین بسازد، ملا نمیتواند خیابانها رو بسازد، ملا میتواند اداره بکند، تجربه حاصل بکند، اما ملا نمیتواند کارهای تخصصی رو انجام بدهد. ملا نمیتواند پیلوت شود الا اینکه بره درس پیلوتی بخونه. پس آیسته آیسته به این نتیجه رسیدن که مملکت رو نمیتوانن به تنهایی اداره بکنن، مملکت مدرسه نیست و شروع کردن رفتارشون، کردارشون، حتی نحوه برخوردشون داره کم کم تغییر میکنه و امیدوار هستیم که روز به روز بهتر بشه. این که در بت میسازن ذکر کردید، ساختن مجسمه و بت جایز نیست. در دین مبین اسلام ساختن بت و مجسمه جایز نیست. الله و رسولش از این منع کردن. سجده کردن در مقابل تصویر کسی، چه رئیس جمهور باشه، چه مؤسس یک کشور باشه، سجده کردن، سر رو خم کردن، رکوع کردن، رکوع و سجده فقط برای الله سبحانه و تعالی است. اما این که مثلا سرود ملی میخوانند، وای میستن، علی الرغم اینکه این بدعت هایی است که در دین و شریعت وجود ندارد، اما مانند مجسمه درست کردن، مانند رکوع و سجده کردن، گناهش به اصطلاح به اون اندازه نیست. اینا اموری است که فقط برای الله سبحانه و تعالی رکوع کردن، سجده کردن. و بت ساختن کلا رسول الله صلی الله علیه و سلم از این منع کردن، چه بت هر کسی که باشه، چه از یک عالم دین و چه از شخصیت بالا که از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. اما بقیه اموری کسی این اموری است که سرود ملی خواندن، به احترام سرود ملی وایستادن و 1 دقیقه مثلا سکوت کردن، اینا به تداعی است که به وجود آوردن، یعنی ربطی به دین ندارد. در هیچ جای دین این چیز ذکر نشده است. تشکر میکنم از شما عزیزان. ما چقدر وقت داریم کارگردان عزیز؟ 5 دقیقه وقت داریم، تماس دیگه رو میگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. استاد عزیز علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من یک خواهش دارم از شما که با همین محمد مدنی یک تنبیه سخت میدادید. اگر نمیشد من خودم اگر اجازت باشد از این منبر شما یک تنبیه خاص گپ زنم. بفرمایید. این محمد مدنی خودش را مسلمان میگیره و 10 میلیون تاجیک میگوید که وای مسلمان نیستن و یا میگه وای کافر میگن. ای محمد مدنی تو خودت کافری، تو از مادری تاجیک با تولد شدگی تو چخیل 10 میلیون تاجیکستان میگی که کافران تکفیری میکنی. تمام همه که گفت داشتم. استاد عزیز تشکر از خداوند نگهبانتون باشه. تشکر. از شما را در خواهش دارم که شما را میگم وای میگفتید با همین وای از
خفای شما را بسیار گپ زدگیه. درست. تشکر از شما برادر. تشکر از شما. الله نگهبانتون باشه. زنده باشید. سلامت باشید. در یک کلیپی پخش کرده بود که حالا نمیدونم نصیحت کرده، اخطار داده، نمیدونم چی. این انصاری مشرک کافر مرتد. هنوز گپ شروع نشده به من هم مشرک میگه هم مرتد میگه. دیگه چه ماند؟ الان تو داری برای چی داری حرف میزنی؟ برادر عزیز، الله سبحانه و تعالی شر اینها را از سر امت اسلامی دور بکنه. ضربه ای که اینها با امت اسلامی زدن، ضرری که این تکفیریا با امت اسلامی زدن، باور بکنید که یهود و نصارا نزدن. کجاستن امروز این بی‌غیرت ها در قضیه فلسطین؟ کجا هستن؟ در کدام سوراخ ها پنهان شدن اینها؟ تا دیروز داد میزدید که هایی که ما به خاطر عزت زنهای مسلمان، ما به خاطر فرزندان امت اسلامی این میکنیم آن میکنیم. کجایید الان؟ نمیخوام مثلا اسمای اینها رو بگیریم به خاطر اینکه تبلیغ نشه برایشون. یکی از سرانشون امروز صبح کلیپش که برای من فرستاد، کسی ازش پرسیده، میگه که نظرتون در مورد غزه چی است؟ میگه اینا همکاری با کفار کردن، اینها نفرای روافض و کفار هستن و اینها چندان مسلمان موحد نیستن. خاک بر سر تو با این علم و با این عقل و با این منطقت. این از مشایخشان است، کسایی که فتوا میده برایشان. الله متعال شر اینا را از سر امت اسلامی دور بکنه برادر عزیز. الله متعال هدایتشان بده اینها را. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. آیا انصاری خوبی؟ سلامت باشید. آیا انصاری اونجا نشستی داری تفرقه میدازی بین مسلمان ها، میگی جبهه مقاومت. حالا این کشورهای عربی که 20 تا 30 تا کشور عربی هن چی کار کردن تو این مدت به غیر از ترس؟ تو 6 روز کل کشورهای اهل سنت شکست خوردن. حداقلش معلومه، الان معلومه که کی مقابل اینا وایساده. سلاح هسته‌ای هم میسازیم تا امثال تو خوب بشینی سر جات. شما در 40 سال چی کار کردید؟ قطع رفت. شماها در 40 سال داد زدید. کشورهای عربی که داد نزدن که ما مقاومت هستیم، ما حزب الله هستیم، ما با اسرائیل می جنگیم. نگفتن. نه مردانگیشو داشتن و نه گفتن و نه ادعا کردن، نه شعار دادن. شماها که گلوی خودتون رو پاره کردید، 40 سال مرگ بر اسرائیل و بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت و فلان. عراق رو خراب کردید، سوریه رو خراب کردید، یمن رو خراب کردید، افغانستان رو خراب کردید، پاکستان رو به گند کشیدید، کشورهای آفریقایی رو به جان هم دیگه انداختید. به نام شیعه و سنی در تاجیکستان، در هر گوشه دنیا فتنه شما به پا کردید. مگه ما چی گفتیم؟ ما در اینجا آمدیم دروغ‌های شما رو بیان کردیم. به صحابه توهین کردید، ما فضیلت صحابه رو بیان کردیم. به اهل بیت پیامبر توهین کردید، ما فضایل اهل بیت رو بیان کردیم. به قرآن کریم توهین کردید، گفتید قرآن تحریف، ما آمدیم از قرآن دفاع کردیم. ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم و دینش دفاع کردیم. تا شما نگفتید ما که چیزی نگفته بودیم. اول شما شروع کردید. لعن بر صحابه رو ما شروع کردیم یا شما شروع کردید؟ در کل 1.5 میلیارد 2 میلیارد اهل سنتی که در دنیا هستن، یکی رو بیار که به اهل بیت پیامبر لعنت فرستاده باشه. یکی رو بیار. یکی رو بیار که به علی، به فاطمه، به حسن، به حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین توهین کرده باشه. یکی رو بیار. اما شما که عقیدتون از توهین به عایشه رضی الله تعالی عنها، توهین به ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و بزرگان صحابه، خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنهم اجمعین، کسانی که بیشترین خدمت‌ها رو به اسلام کردند، کسانی که این همه فتوحات از برکت شمشیر اونها بوده، شما اینها رو لعن میکنید، تکفیر میکنید، توهین میکنید. ما شروع کردیم یا شما شروع کردید؟ 40 سال شما شعار دادید، چیکار کردید برای فلسطین؟ 10,000 حدود 11,000 زن و کودک در غزه شهید شده. بابا این موشک‌های غار پیمای شما کجاست؟
شمایی که داد میزدید، آخه اونا که داد نزدن، اونا که شعار ندادن، اونا نگفتن که ما مدافع فلسطین و مردم فلسطین هستیم. شما چی کار کردید؟ شمایی که داد میزدید که ما گفتید با آمریکا دشمنید، گفتید با اسرائیل دشمنید، در طول این 40 سال یک درگیری نشون بدید با اسرائیل؟ در عراق با اهل سنت شما درگیر شدید، در سوریه با اهل سنت شما درگیر شدید، در یمن با اهل سنت شما درگیر شدید، تا مکه و مدینه هم شما با موشک زدید. از برای خدا یک نمونه نشون بدید که شما یک سرباز اسرائیل رو کشته باشید. اصلا یک ایرانی رفته باشه اونجا تو فلسطین برای جهاد رفته باشه. بابا فلسطین رو ولش کن. از 1400 سال تا الان نشون بده که در یکی از فتوحات اسلامی 4 تا شیعه در کنار لشکر اسلام وجود داشته. نمیدونم چه منطقی است. هنوزم متاسفانه کسایی هستن که فریب این شعارهای شما رو میخورن. بعد وقتی که جواب نداشته باشید، زورتون که بده، تو اونجا باش که ما بمب اتم درست میکنیم میزنیم سرت. بابا جان، الان امت اسلامی چهره های شما رو شناختن، این شعارهای توخالی شما رو فهمیدن، فایده ای نداره. برید یک فکر دیگری به حال خودتون بکنید. به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني